خوش آمدی با کفش. خب در میارم. الان برم با جوراب در بیارم. نه الان برم. با مواظبت با هم 1 2 اشکان راستی جان پاتو گذاشتی کف دستشویی مگه چیه؟ یه شلوارک به من میدی؟ حتما تو واکسن زدی نه مبارک بشه ایرپاد خریدی مال توه دیگه. چیکار میکنی ظرفارم برات چستم. با این همه لک تو توالت شستی نه بیا برو خودم دوباره از اول شروع دستشویی دارم خب برو همین رستوران. حاضرم بیرم دستشویی بیرون نرم دیوانه فقط دستشویی خانه به عباس که نوشابه دهن زدی مگه چیه؟ یه دونه به من بده. مثلا شستی همین الان شستم. با چه شیر آب بستی با دست. با همون دستی که کثیف بود اول آب باز کردی بس الان تو دوباره دستات ریکثیف شده یعنی دوباره کثیف شده برو دیوونه ای. بهت گفتم مثلا در اون موضوع فرق میکنه نه ولی بابا چیکار میکنی؟ چه میکنی برام چی پیاده شدی داداش ببخشید قهوه‌ام ریخت تو ماشین. نه فدا سرت چه اشکالی داره بابا دمت گرم. برای یک 200 هفت پانای مشکی همین الان نیم ساعت دیگه 200 میلیون زیر فیلم فروشم اصلا به سگ بوده بره خشه ببین نمکش عالیه. زدی به دهنت کردی تو غذا بله. حداقل یه پتو به من بده. ندارم آقا فقط یه بالش. بالشت گذاشتی رو زمین کجا بذارم؟